درواز یکی از گوشه‌های زیبا منظر تاجیکستان آفتابی است. دلخواه سیاح داخل و برون مرزی را به این موضع بهشت آسا نه تنها لطافت و منظره‌های زیبای اطراف، بلکه قصه های گوشنواز و خاطرمان مردم درواز، مهمان نوازی و یادگاری های بی‌نظیر تاریخی از عهد کهن تا امروز انتظار است. درواز از قدیم الایام با آب و هوای فارم و مساعد، کوههای بلند آسمانبوس و دارایی یادگاری‌های همه دور و زمان تاریخی در مملکت و بیرون از آن شهرتیار است. یادگاری‌ها و موضع‌های تاریخی درواز نشانه از کهن بنیادی اوست. مردم تهجویی درواز را دروازه بدخشان را باشد دروازه طلایی تاجیکستان نام میبرند. از شهر دوشنبه تا مرکز ناحیه درواز تقریباً 400 کیلومتر راه است. ساکنان درواز مهمان نواز و کشاده چهره و خوشگفتارند. اطراف اصطلاح درواز قصه و روایت های بس و عجیب خیلی زیادند. اکثریت به آن نظرند که به خاطر مهمان نواز و خوشگفتار بودن ساکنانش این موضع نام درواز را گرفته است. مردم تهجویی عادتاً هنگام گفتگو اصطلاح قلعه خم را نیز زیاد به زبان میگیرند. طبق روایت آنها کوه بلند کنار دریا شکل خم را دارد و آن را از بالای پل استواری که به این مرکز میپیوندد میتوان نظاره کرد. دیگر حیات و روزگار این موضع را اندرون خم پوشیده و مستحکم به قلم می‌دهد. روستای کنار دریا و لب پل را مردم عمرک نام میبرند. نام دهه به اسم یگو شخص ربطی ندارد. طبق حکایت مردم، مرد هنگام فرآمدن سیل اسبش را زین کرده فرار کردنی می شود. اما از قضا سیل به سان برق رسیده اسب را یک سو، زین را یک سو و با شیوه مردم درواز او مرک را یک سو می برداید. و تا امروز این دهه او مرک و روستای دیگر زین نام برده می شود. دهه او مرک سرسبز و خرم است. درختان انجیر و انار فراوان به چشم می رسد. در دهه با عنعنه و هنر ملی مردمی از جمله پیشه کهن اجدادی آهنگری واخوردن ممکن است. در تصور ما استای آهنگر مرد هزرب و چار پهلوست، اما نه، او مرد است میان قد و میان سال. آرزو محمد دولتов مدت 10 سال می شود که به این پیشه به قول پدر افتخاری و نیازبرار مردم روح آورده است. استا هنر آهنگری را از پدرش آموخته است. اصلا من اقتصادچیم، قصه می کند آرزو محمد. اما با شرافت صاحب استقلالی مملکت و وحدت ملی کارخانه خرد استحصالی خود را گشاده. پیشتر در زمان کهن شوروی برای فعالیت چنین کسب و کار آهنگری و دکانداری اجازه داده نمی شد. اولادان هم
آهنگریم. هرچند که من چند مکتب تمام کردم، یکی همو خون میکشه برای کار کنی همین آهنگری. اولوی ما هممو کار میکنیم، آهنگری کار میکنیم. انا بچه ها باشن خطی بچه ها کار میکنیم، بچه ها نباشن خطی انا اولام کار میکنیم. اوزار نو روز میکنیم، تیشه، تور، انا دوست، کدمن، چیزی که طلباتی همه آدم ها باشه. ای بازار نزدیک سرحدی افغانستان که هست، اونجا هم میبریم، افغانا میگیرن، افغانا هم طلباتاش که دارن طلباتاشون هم میگن، طلبات اونو رو هم اجرا میکنیم. انا در این خونه ساز میکنیم، در او رایون میبریم سوداشو میکنیم. بسیاری آدمو با این جره میآیند گرفتنی میان همینجا اوزارشون تیز میکنن، با بعضی محصولات های که در کار شد میگیرن میروند. محصولات ها و طلبات آدما جوابگو هستند. انا کمبودی کم دارن. انا همین تنجی که باشه کار میکنیم، استحصال میکنیم، خدمت خلق میکنیم. انا این جناب یالی که به ما را تنجی را تامین کرد، ما عجت مومگی را کار میکنیم، یاردم میکنیم به خلق. وابسته به قابلیت من کار میکنیم. ارزو محمد این پیشه را به دیگران، به فرزندان و پیوندانش نیز آموخته است. بعضن حالت او را همسرش یاور و مددگارش است. اهل عائله، همسر و پسر و حتی دختران هم نیز به این پیشه توجه دارند. در کوه منظر از دیدن چنین حوادث نباید تعجب کرد، زیرا زنان و دختران ما نیز آهنگر بوده می توانند، اظهار می دارد او. محصولات و بغیر این من میبرم اینا رو در بازاری هم سرحد کنم افغانستان سودا میکنم، در بازار میشیم سودا میکنم. همه رحمت میگن به کارم، تشکر میکنم. مهنت حلال کرده میخوریم، مهنت خودم یکان کمودی نداریم. چون انانه نیک کهن استای آهنگر بیشتر فرمایش مزاجانش را امثال تبر و تیشه، کلند و کنوج که خاص مردم کوهستان است آماده می سازد و باقی محصولات خیش را به فروش می ماند. او در مرکز ناحیه دکان فروش اموالش را دارد. البته از این محصولات ها با نرخ مناسب خریداری کردن ممکن است. پیشه او پیشه نکایی و هنرش بهتر از گوهر است نامدار.
آثار نفیسه و گلدوزی و نقش‌ها در پیراهن و رویجا، رویبند و دستار در بانوان هنرمند درواز از دوران باستان سرچشمه می‌گیرد. زنان و دختران کوهمنظر همگی صاحب هنرند. گلدوزی و کشیده دوزی در کلاه و بر دیواری، بالوپوش گهواره، آینه خلطه و چای خلطه، سرانداز و پیراهن عروسی از هنرهای زیبا و دلکش بانوان درواز است که چون سنت دیرین تا امروز پای برجاست. نمونه های گلدوزی و کشیده دوزی را در آثار دستان آینماه بهرامова میتوان مشاهده کرد. منزل او نیز در همین دیه است. او را چون بانوی صاحب هنر میشناسند و احترام میکنند. آینماه بهرامова چون بانوی تاقیدوز در درواز معروف است. او بیشتر از 50 سال می شود که بین عمل شغل دارد و هنوزم به عینق نقش می دوزد. امی دخترک ها ما چنچینک یک 10-12 ساله بودیم. بعد می رفتیم در خونه یک همسایه، در یک باغ، در یک رای مال می رفتیم، مالا را می بریم به امو خیرمند می گفتیم، امو خیرمند می رفتیم. بعد جمع میشیم، یکی اگر یگان هنر داشتیم به دیگرامون نشون میدادیم. امی خیلی بعد پیش دوزنده رفتیم، پیش چیورایی که خیلی خیلی ام رفته یاد گرفتیم. خیلی بعد کلان شیم. این نمی چیزایی در اینجا میبینی همش نقش دستوی خدمه کی دوختم. انا خیلی اکی اینا با سالوی برتر به عروسی دختر ما دوختم. دخترم صنف 8 میخوند، در 3 ماه نشستم دوختم. من اینا میزمستو یک 20 تا امی خیلی تاقی دوختم. 20 تا تاقی دوختم. مهمانای خارجی میآیند میبرند، هر کدوم می تاقی من 50 سومون میخرند. 50 سومون. انا من اگر 20 تا دوخته باشم چند سومون کردم؟ 10,000 سومون. انا 10,000 سومون من درآمد فقط نمیزمستون تا همین جشن نوروز چی کردم دوختم. انا اولی که امروز من 30 سالم رفته است، کم خیلی خودم میتونم سوزن پلوشکره و دوخته و این وای دخترکا را چی کردم. هر کدومش امی خیلی تاقی دوزی را نشودم که مثال ما پس از سری ما با امی کاری قدیمی ای بای نروه، با جوانا یاد گیرن، با جوانا آینده به دیگرها را نشون میدن. جوانمرد و مردان سالار کوهستانی را به تاقی نمیتوان تصور کرد. تاقی دولت سر است میگوید او. گفتارش شهادت آن است که به این هنر والای نیاگان سخت دل بسته است. آینماه بهرامова تمام دختران دیه را گلدوزی و نقاشی و طرز دوختن تاقی های مردانه را آموزانیده است. تاقی پیشتر انا تاقی دروازی ها 3 خیل تاقی می دوختن. یکی امی خیلی بگیم که دروازی تاقی با یکی در ساتین سیاه می دوختن. امی ساتین سیاه می دوختن او با رنگ تاقی مگزینی چرکنجبی. انا بعد یکی با این متریال خالی می دوختن برای موسیقیدا. نمی تاقی را می دوختن، بند گراوا می بافتن، خیلی چادر می دوختن، می گرفتن مردکا کلاب می رفتن. می رفتن ای کلاب گندم می آورن. خیلی بگیم که ما مایده بدیم یاد داریم امی کارو را که آچامو می دوختن بای پدرامون میدان می رفتن ای کلاب گندم می آورن. گندم می آورن کرباس. انا بعد امی تاقی دوزی یک دوره گمشی نبی دیگه. بعد که جناب عالی پرزیدنت محترم امام علی رحمان امی خیلی احیا کرد که باید چیزای ملی احیا شوند، بعد مردم باز امینا رو ببرورن، اگر نه یگان کسی نور دیگه در سرشون نمیمون. امی تاقی معناش این امی خزشت معناش امی زمینه ای زمین. انا ای گلش که هست مثال سرسبزی دیاری خودمونه ای که دیاری ما سرسبزی در امی سبزه گل می رویه. انا او گلا در بین سبزا
مثال امی نمودی توقی را دیگر خیل میکنه انا بعد امی چورگل معنای زمین آفتاب هوا و چی را داره آتش داره انا معنای توقی امی چورگلی توقی معنوش نمینه قسمت اساسی توقی ها را نقش های جالب و شیرازه تشکیل می دهد. شیرازه قسم مهمی گلدوزی منقش محسوب می یابد. البته استفاده شیرازه را به طور مطلق تنها به تاجیکان کوهستانی نباید منسوب دانست. استفاده آن میان تاجیکان وادی‌نشین نیز زیاد رایج است. در شیرازه ها نقش های هندسی رنگارنگ بیشتر به نظر می رسد. نقش و نگار چای خلطه، آینه خلطه و دسترومال شاهی گلدوزی شده نشان از ذوق و سلیقه بلند بانوان آزاده و زیب و پسند درواز است. من ادارگی خدمت به همی پریزیدنت حکومت میرسونم که شخصا برای ما زنای تاجیک همه شرایط دنیا رو مهیا کرده است. در درواز کی باوری داشت که خیلی مرکزی بانوانی که دیگه باشش خیلی در گوشه خیال هیچ کس نبی. یک بار گذر کرگیش گفت من برای زنای درواز یک جایی بسازم که مردم صاحب کار کردن. او زندگی، او شرایط، او آزادی، او پیشرفتی که در ما هست در هیچ به فکری من در هیچ ملت جهان نیست. این همش ایامی شرافتی، مهنت، صلح دوستی، صلح پروری، قاصد صلح جهانی که میگن امی جناب عالی را این بی سبب نیست. هنر نقش آفری و گلدوزی کار با متا است. آرزو و ارمان و تخیلات شیرین با فراست روی پیراهن و طاقی های مردانه و زنانه با اندیشه های مرموز نصب گردیدند که در آن خنده و سرور، شادی و نشاط و بخت و سعادت را می توان احساس کرد. صنعت نقش و تصویر و هنر گلدوزی از اساطیر، آیین و فرهنگ پیشین برخوردار است. با وجود عمومیت و تابش‌های منطقی، نقش و نگار عادی ویژگی‌های خود را دارد. گلدوزی‌های مردم آزاده و خوش سلیقه درواز یکی از رکن‌های ارزشمند میراث عمومی بشری اند. توسط آنها میتوان از فرهنگ اصلی و دلربایی تاجیکان آگاهی یافت و ذوق و سلیقه مردم ما را به خود تصور کرد. سید پاچا عوض را در محله قول مزار بیرون از آن خوب میشناسند و احترام میکنند. او در پختن نان و کلچه های با مزه و لذیذ همتا ندارد. معمولا در کوهمنظر آماده و پختن نان گرم میان زنان و دختران امثال مسابقه سنجشی است، بلکه یک امتحان است. هنر کدبانوگی و هنروری دختران و نوعروسان را آنها از آماده و پختن نان گرم در تنور بهاگذاری می کنند. او
усулан суннатҳои милливу аҷдодӣ ва одобу оини гузаштагон амсоли дастархонороӣ ва пухтани нони гарм дар бовару эътиқоди бонувони ҳунарманди мо решаи қавӣ дорад. ин сифату хусусиятҳо аз дилҳои пур аз меҳру муҳаббат, қалбҳои поку беолоиш ва хираду ҳунари азалии бонувони зебои мо башорат медиҳад. даврони истиқлолият ва сиёсати дурандешонаи сарвари мамлакат Эмомалӣ Раҳмон ба дарвози кӯҳан умри дигар бахшид ва ба ин сарзамини кӯҳанбунёд нафосату назокати тоза эҳдо кард. дарвоз симои худро ба куллӣ тағйир дод. дар гӯшаву канори ноҳияи дарвоз як қатор иншоотҳои хурду бузург дар як муддати кӯтоҳ сохта ба истифода дода шудаанд. далели ин гуфтаҳо бунёди маркази бонувон меҳри модар аст ки канори маркази ноҳияи дарвозро шукӯҳу шаҳомати хоса бахшидааст. маркази бонувон бевосита бо пешниҳод ва дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон сохта шуда соли 2015 ба фаъолият пардохт. бино хеле зебост ва бо тарҳу шакли замонавӣ сохта шудааст. ошёнаи нахустин коргоҳ ва омӯзишгоҳи дузандагист. бештар аз 100 нафар занону духтарони дарвоз дар ин ҷо ба ҳам омада фаъолият мекунанд. ҷавондухтаронро бонувони бо таҷрибаву кордон дарси дузандагиву тарроҳӣ меомӯзонанд. анқо замирова бештар аз 30 сол боз собиқаи корӣ дорад. айни ҳол дар коргоҳи дузандагӣ ба ҳайси буранда фаъолият дорад. ваҳдати миллӣ боиси эътимоди мардум ва пойдории давлати миллист, изҳор медорад ӯ. мо бонувони хушбахтем ки дар чунин айёми шукуфоӣ кору зиндагӣ дорем. барои мо дар маркази бонувон тамоми шароит фароҳам оварда шудааст. мо пештар дар цехи дӯзандагӣ центр кор мекардем, шароит надоштем. шукрона мекунем ки чунин сарвар бар моро ҳами хеле цехи дӯзандагӣ тайёр кард. ана мо 6 занони нафар маълима 116 нафар талабаро тайёр кардем. ин ҳамиҷа дӯзандагӣ кор мекунанд. шукрона мекунем, 1000 бор шукрона мекунем ки чунин сарвар давлат дорем. шароитҳомо хуб, ҳамамон нағзай. мо ана автобус дорем, автобус мебарам, меорамон.
افضلتر از همه شغل جوان دختران قالینباف است که در آشیانه دوم مرکز بانوان فعالیت می کنند. اینجا کارخانه خرد استحصالی قالینبافی تحت رهبری فرانگیز گلمیرزایوا عمل می کند. کارخانه قالینبافی جوان دختران محلی را با جای کار دائمی تامین کرده است. از حرکت چست و چابک دستان آنها می توان درک کرد که آنها الکی از نازکی های کار قالینبافی آگاهند و در این سمت استاد کار خویش گشتند. اصولاً بافتن قالین های رنگارنگ توسط دست در اول خیلی سنگین و مشکل می تابد. اما چون قالین رنگ و گل های خود را برآورد، ثانیاً شوق و رغبت نسبت این پیشه می افزاید، می گوید فرانگیز گلمیرزایوا. فرانگیز گلمیرزایوا بیشتر از 15 سال است که بین عمل سر و کار دارد. هنر قالینبافی را او هنوز از سن خردی از مادر هنرمندش آموخته است. بافتن قالین از شوق و هوس، حوصله، سلیقه هر یک نفر وابسته است، اظهار می‌دارد او. کارخانه قالینبافی ما از سال 2011 هم است. کارخانه نداشتیم، نوی 7 موشکی در درواز کارخانه تشکیل شد برای قالینبافی. این 8 نفر آزی تیار دارم، با دخانه تیار کردم از طرف ناحیه، از طرف حکومت درواز. انا آزی در کارخانه با شاگردانم هم معاش، هم آموزشی، هم معاش میرن، هم آموزش میکنن. حجم قالین کلان در کار باشد، تاری رشتمون بسیار است. اینا در 1 مترش یک با یکش 1400 تا رشته می رود. در 1.5 با دش 10400 تا رشته می رود. اول سرشوی کارشو میان قین شونه برای گل موندن شو، مشکلاش بسیار است. یک خطاگی میکنه پول نمیگرده، با ایسر میبوفه. بعد تارکشیش هم مشکلی سخت داره. بعد یاد میگیرن قریب که 2-3 هفته ده تمام میکنن، میتونن قالین بافته. میخواستی سرشویشه برای نمایش نشون دادن که ما همی کارا میتونیم کرده. این برای همی چیزای برای هم خط کمه. یورا برای شاگردان ما با گلی آسان شب پیدا کردیم که زورشون نیایه. آزی گلی قالین اساسی شما نبراوردیم. هم که همی شاگردا با گلمونی آموخته شوه، آموزشی با گل بروه. ذهنشو تیز شوه در گل موندن. انا بعد ای بریشمی سر میکنیم، ای پشم گوسفند است. هازی بعد پشم گوسفند بریشمی سر میکنیم. انا بریشمی در بازار جهانی نرخش هم بالای، هم خشرو صفتش بلنده. بالاتر از دهه کیوران، کنار چپ راه ماشینگرد، دریاچه خروشان با شور و ولوله از بلندی کوه سرازیر است. سیاحانی که به تماشای نقطه‌های بلندکوه و اسرارآمیز بدخشان شتاب دارند، سراسیمه نشده می توانند همگی یک نفس اینجا بیستند و برای سالها از این لطافت و زیبایی بهره بردارند. وگرنه یک حیات می توانند از این زیبایی بی نصیب مانند. راه به سمت خاروخ از کنار همین دریاچه شخاب می گذرد. آن را مردم تهجایی آب کرگاوت می نامند. آب بلور آسای کرگاوت از بلندی تقریباً 25,000 متر ابتدا گرفته به پایان سرازیر می شود و آب سرد و جانبخش خود را برده به دریای پنج می ریزد. منبع آن را ساکنان ده سری آب می نامند. در سمت راه درواز و خاروخ سیاحان برون مرزی را خیلی زیاد می توان با خورد. چه جای تعجب!
манзараҳои дилфиреби тоҷикистон, кӯҳҳои баланду осмонбӯси бадахшон қалби дилхоҳ сайёҳро тасхир кардааст. Фабио ва Эстела аз ҳамин зумраанд. онҳо махсус барои тамошои ба қавли худ кӯҳҳои ҳақиқӣ аз худи Швейтсария ба ин ҷо омаданд. бонувони бурунмарзӣ таърифи табиати нотакрори ин мавзеъро зиёд шуниданд ва тасмим доранд ки ин минтақаро тавассути дучарха ба пои пиёда тай намоянд. мо басо хушҳолем ки билохир ба орзуи хиш расидем ва аз табиати дилфиребу обу ҳавои ин макони биҳиштосо нафас кашидем, изҳор медорад Фабио. алҳол мавсими гармо ва охири моҳи июн аст, аммо тут дар Курговат нав пухта расидааст. дарахтони тут дар ин ҷо хеле зиёданд. дигар дарахтони мевадиҳанда ва ороишӣ низ хеле зиёд ба назар мерасанд. қаҳвахонаи таги чинор айёми истиқлолият бунёд шудааст ва макони писандидаи меҳмонону сайёҳони зиёди дохиливу бурунмарзист. рӯзи сапеду офтобӣ, фазои поку беғубор, оҳанги ҷӯю дарёчаҳои пуроб, риштаҳои нуқрафоми шаршараҳои кӯҳӣ, талу теппа ва пуштаҳои чаканпӯш, кӯҳсори сокиту хомӯш ва пурасрор. ин ҳама мӯъҷизаҳои табиат, зебоиҳои ҳайратангезу афсонавӣ ва назокату ҳунари ҷавондухтарони дарвозро давоми як рӯз метавон танҳо дар як гӯшаи сарзамини ҷавону кӯҳанбунёд, биҳиштосо ва нигини тоҷи дунё вохӯрд, ки онро ном Тоҷикистон аст. درواز همیشه شکر یزدان دارد، شکر وطن چو تاجیکستان دارد، شکرانه صلح و وحدت و استقلال، شکرانه که امام علی رحمان دارد. تا کی هستم با بدخشان زنده ام، با خوجند و رشت و ختلان زنده ام، با خوجند و رشت و ختلان و حصار تاجکم، با تاجیکستان زنده ام. بیا که در برویت باز داریم، هزار و یک حدیث و راز داریم. بیا بر گوشه جنت گذر کن، بهشت در زمین درواز داریم.